نام خدای توانا. سلام دوستان عزیز. برنامه امروزه ما از عبارت از چی میگن موزه کسمونافتیکای شهر تولوز و شما هم دوستان عزیز صحن بیرونی را میبینین. این هم محوطه همون موزه کسمونافتیکای تولوز. این هم ببینید دوستان از زاویه بیرونی و انشالله میریم همه ایها را به نوبت به نوار میکشیم و دوستان شما شاهدی این کار خواهید بود. یک دفعه ببینید دوستان خیلی کلان هم است. تقریبا در میدانی 5 گیکتار زمین موزه کسمونافتیکای تولوز را ساختن. در اینجا از تمام گوشه و کنار دنیا اکسپونات های کسمونافتیکا را جمع کردن آوردن و به نمایش گذاشتن. و این واردشوی یا این هم دوستان راهی مرکزی ببینه از همین طریق میره داخل موزه کسمونافتیکا. خدا یک تا سلام، خوش آمدید به برنامه نوتی. من حکیم هستم از فرانسه. امروز میخوایم شما را به سیری یک موزه ببریم که در فرانسه موزه کسمونافتیکا این هم در شهر تولوز است. شما ببینید یک دفعه من در کجا قرار دارم، در مابین موزه کسمونافتیکا که در اینجا تمام چیزهای فضایی جمع آوری شده و این هم ببینید کشتی که در 58 متر بلندی داره. این شما در نوار خود میبینید تصویرهای خود. این هم کشتی که نفرها را تا سال 2018 این کار میکرده است، مردم بالا میبرده است، فضا باز پس میآورده است. خلاص گپ این هم با ما باشید. فیلم های جالب و دیدنی و نوارهای جالب و دیدنی از پیش است. برای شما ما آماده ساختیم ان شاء الله و در روزهای نزدیک مسام شما خواهد رسید. دوستان با ما باشید، ما را تنها نگذارید و کانال حکیم را سر بزنید. سلام دوباره دوستان عزیز. ما امروز آمدیم و چنانچه گفتیم به موزه کسمونافتیکای شهر تولوز. اینم شما صحن بیرونی را میبینید و انشالله میریم. اینجا چند بخش ها داره، با درون تر میریم. این درون راکت و طرف و همه را به نوار میکشیم انشالله برای شما پیشکش میکنیم. دوستان بسیار فضای امروز خوب است، هم مردم زیاد است، هم هوا نیمه ابری و نیمه بارانی و نیمه آفتاب است برای تماشا کردن. چون این موزه در 5 گیکتار ساخته شده است، اکثریت چیزاش در بیرونن و اون خاطر با ما باشه دوستان و برنامه های خوب و دیدنی از پیش است. شما را انتظار است و زود برمیگردیم. اینم چی میگن امو چه سیار که مثلا چی میکنن برای مردم نان و غذا آماده میکنن. با ما باشه دوستان. اینم صحن بیرون. در اینجا چند تا سیاره ها هستند، سیاره های زمین، سیاره نپتون، زحل، خلاص گفت همه سیاره ها اینجا ماکتاشون ساخته شدن. اینجا هم سپوتنیک و ماشینایی که در فضا کار میکنن و اینجا از تمام دولت های دنیا جمع آوری شدن. مثلا از کشورهای سابق شوروی یا حاضر روسیه، از امریکا، از چین، از استرالیا، از خودی فرانسه، از تمام دنیا، از ژاپن، از تمام دنیا اینجا جمع آوری شدن.
اکسپونات ها اینجا میتونید تماشا کنید. و دوستان از سیگار بگم که چی میگن بلیت 18 یورو سر میشه تا 25 تا 24 نیم تا 25 یورو را نفرای کلان، نفرایی که 18 ساله بالا هن، نه تا 25 ساله بالا هم. برای تا 18 تا 25 نرخ های استودنتی ارزان تره، نرخ با کودکا هم ارزان تره. کودکا با عدل نیچوشون تعریفی بلیتشون. یه هم صحنه بیرونی موزه کسمونافتیکای شهر تولوسی فرانسه. امروز کمکی باران، هوا بارانی و ابری است، شمال هم هست، اما چی ایلاج باید نوار بگیریم. این هم در پایان کافه و رستوران ها. این هم صحنه بیرونی دیگه با موزه کسمونافتیکای شهر تولوس. و گفتن همانا دوستان، چنانچه گفتیم در بالا، در اینجا از تمام دولت های دنیا اکسپونات ها جمع آوری شدن و برای تماشا گذاشتن و میتونن بیاین تماشا کنید. کسانی که البته چی دارن، امکانیت دارن، میتونن بیان از اینجا ببینن. اینجا چندین بیرق ها هم هستن که در این کشتی نصب شدن، از البته بیرق های اتحادیه اروپا، چون این مثلا چی مشترک است. اتحادیه اروپا تمام کارهاشون مشترک است. ما خود این چندین بیرق ها در اینجا نصب شده است. دوستان چیز دیگر جالب این است که این اتوبوس مخصوص اتوبوس است به خاطر مردم کسمونافتا را یا که همون نفران فضانوردان میبرن تا پیش کشتی که مردم به فضا میبرن. این هم همون چی میگن، همون بوس یا مینوباسی که البته ای امریکایی است، از شرکت ناسا امریکاست. دوستان ما هم ادامه دارد سیر و گشت ما در فضای موزه شهر تولوس، موزه کسمونافتیکا. دوستان این هم از شرکت میر یا که از شرکت شوروی سابق یا که روسیه حاضرن. این هم چی میگن، سنسه که در فضا کسمونافتا در داخل ما میگردن، در داخل ما زندگی میکنن. این همون کشتیه یا که همون دستگاه فضانوردی. دیگه اگه دفعه ببینید این از زاویه بیرونیش هست، ولی نصیب باشه میریم در درونش هم ببینیم چی داره. کوانت میر، کوانت دو، خلاص که میبینیم در فضا چرخ میزنه. این همون دستگاهی که ما شما در فیلم ها میدیدیم و در دیگه این از دیگه طرفی کشتی فضانوردی. این برادر با ما باشید، بازم برنامه ما ادامه دارد. اون طرف تلسکوپ های که نزدیکتر میبینم و جا فضا را. این طرف هم سیاره زمین های دیگه. حال انشاءالله با میرم درونش هم با که اول بینیم درونی چی داره. گفتی که پو چیش خیلی های کریستال، کوانت، میر، این نوم شرکت ها نوشته میگن، شرکتی روسی البته. و دوستان هم چیز جالبی دیگه در اینجا که کسانی که در فضا رفتن، کدام دولت ها آمدماش اینجا بیرق هاشو هستن. اینا ببینید بیرق های تمام دولت هایی که تا حالی به فضا رفتن. ایشان هم میگم سلاوینی هست یا که سربیایی که جاهای بیرق اول، دیمش کانادا، امریکا، اتحادیه اروپا، اتریش، گرمانیا، از قزاقستان هم رفته است، از بریتانیا کبیر، از ژاپن، فرانسه، از برادرای افغانستان هم برادر رفته است و اون طرفش بلغاری، از مصر و روسیه. این چندین کشورهایی که رفتن به فضا. این هم از دیگه طرفی کشتی هوایی یا فضایی
ببینید چه خیلی بیرون 3 سر داره 3 سمت به حساب دیگه درونش هم بریم ولی انشالله بریم با ما باشید دوستان برنامه های ما ادامه دارم دوستان اینم ای گفتی که پای تگ همون دستگاه رو بینید خیلی ای تاش اینمی در فضا تا میخونه این طرف اون طرف بیره بینید خیلی فکر کنید در مردم در بالا میروند 6 ماه 1 سال چندین ماه زندگی میکنن در درون اینمی کشتی هستند اینمی کشتی کسلرات مثل روز میبرن ای ته و بالا را بینه به خدای خیلی یک عجایبات ای برادران کسی امکانات داره بیا تماشا باور کنید جاهای دیدنی با بسیار بوده اینجا چیزای جالب و دیدنی بیره بینه چه خیلی یک کارپوس کلونیش هست این دو تیگش کارپوسی پهلوهاش و پراش اینمی در فضا تا میخواه برادران انشاءالله که میریم اگر اجازه بتن درونش بریم درونش بریم در درونش چی گفت با ما باشه دوستان این دوستان ستانسای میر گفتی گفت اینجا نامگذاری شده است و اینجا تاریخش در چه نوشته است اینا به نصیب باشه میریم اینم راهی که داخلی کشتی میریم این تمیره رو نکته داخل میشه انشاءالله که با ما باشه دوستان این یک سیگر رو بینین در فضا این خیلی میگرده این رو بینین در فضا هایی بالاش میشون سال نسلی بطریه این کواندش این خیلی بدهی با خلاصی گفت که این کشتی همون کشتیه که در فضا چرخ میزنه با ما باشه دوستان بازم ادامه دارد برنامه های دوستان این از نزدیکترین وقتی گفت منوار میکشه میره ببین درونش چه چیزا دارم اینجا تازه نیست شیشش معلوم نیست میریم درونش نصیب باشه اینجا میگه در سنس امیر 20 نفر اجازه است که بدره تماشا کنه ایو زیادش امکان چی نداره اجازه نیست اینه برادران در فضا خیلی زندگی میکنن مثلا کشتی رو بینه درونش چی دارم چی هاشن اینجوری اینجوری کس ما رفتن این کانی رسی بینه اینجا چیزایی اینجا Il y a des salles de sport dans les derniers. Oui, il y en avait une. Oui, il y a une obligation de s'entretenir. Ouais. Dans les premiers, il n'y avait pas, ils le faisaient là. Il y a la guitare aussi. درونی کشتی بینه چه خیلی درونش اینا مردم در اینجا میروند 6-7 ماه زندگی میکنن کار فعالیت کار فضایی اینه دوستا یک بار دیگر شکل پراش هم گرگر این هم صورتش هست در بالا این شخصی که وفادا رفته است اینجا چیز دیگر این یک کارپوسش بود میره با نصیب باشه دیگر کارپوسش کمک کنه علما کم شوند که باور کن شو گپ بزنن یا شاید شما گپای ما رو نفهمید اما خاطر با ما باشه دوستان بازم برنامه های ما ادامه دارن و میرم طرف کریستال این کند بود این شرکتی کند یک جا بود انا طرف کریستالش بود شرکت کریستال یا باید دیگرش شرکت کریستال داریم کمک صبر کنیم که برای من مردم که باور کنیم
اینجا مردم نمکیتو صورت میگیرن. صورتی کسمونافت اونجا نقل نصب کرده شده است. جالب. میریم داخلش. داخلش یا نه رفتم نگاه خاک. اینا ببینید دوستان. شرکت کریستال. این نگاه ای پرخواد ای مثلا استانس با استانس رفتن این خیلی اوش کمکی میروند مردم. اینش خیلی این. یم طرفی دیگرش. اینجا فقط در فضا باشکم راه میگردید پریده و باشکم خیلیتون ببینید در برنامه بسیار دیدید اگر کس منافعش خیلی زندگی دارن یم معلوم شد یم بخش کریستالش با میریم دیگه طرفش شالا با ما باشه باز میریم دیگه طرفش جالب بیرونی شرکتی کریستال دیگه اینا میریم طرفی کانتش شرکتی کانت نه کوانت دو میریم اینا بینیم شرکتی کوانت دو اینا گفتیم که برای خود ایلینه باولینه ایستانس باوستان سره خیلی میشه این طرف هم های همون چیز ایوله نه کسمونافتا درون میگردن باره که همه شکره خدمت میبینیم اختام کادون کسمونافتیه اینم بیرون شرکت میر کوانت اینا خیلی گومان که عجیب و جالب یه بار ما در فیلم ها میدیدیم اینجا موزه هست که میتونه هر کس بیا ببینید ای نزدیک بابا شم دیدن دیگه چیز دایی یورم ببینید یک بار دیگه میم ای بیرون دوستان همین کشتی را ما نزدیکتر آمدیم دیگه نمیفهمم درون میمونن رفتن نمیمونن چون یا گشتن ایره بین ای پایانش اومدیم گفتیم میره ای نزدیکترین زاویه بچش هفتشی قبلنده ای ببینیم چی گم میشه نمیمونن رو مدن نمیمونن یم خوکی همو مطور شد چی بگیم این رقم دایش از 4 سال تا 8 سال چی خب دوستان فعلا محکمه نمیفهمم بخاطر چی یا شاید مدیر کرده فعلا محکمه با ما میریم دیگه طرف ها دیگه بخش هایی که هست در اینجا دوستان این به حد کلانه گفتم که در تقریبا در 5 هکتار زمین ساخته شده است با فیلم سال 1997 تأسیس یافته است جای خود رفتم با خیالم دقیق کنیست همه خواندم در جای فکرم که سال 1997 ساخته شده و گفتن همون دوستان شهر تولوز عموما چی بگم حریم هوایی فرانسه دانسته می شود چون در اینجا هم شرکت ایرابوس هم تمام چیزی که به فضا و مثلا آسمان صرفانه در این شهر وجود دارد این هم استانسه میر از سال 1986 تا 2001
هم افرادی که بالا رفتن فضا رفتن و این هم مارکتش چخیلی این هم لباساشون لباسایی فضا نوردون میشیدن فیلم برداری فیلم چیز یعنی طرف هم یک پاراشوتاش پاراشوتایی که بالا میشوندن و اینجا همش چیکار داریم مثلا لباساش هم مثل نورد سیسیل فرانسه خلاصه که تمام چیز فضایی جمع آوری شدن این هم مارکتش شما میبینید فضاش خیلی باز میشه خیلی خیلی کار میکنه شرکت میر شرکت میر La station Mine fut d'abord constituée par un unique et premier élément lancé dans l'espace en 1986. اینجا برادرها عکس دیگر را دیدم چندین نفرهایی که رفتن آدما با بالا از 14 ملت های دنیا رفته از با بالا از آن جمله از افغانستان یک نفر از فرانسه یک دو سه چهار پنج شش نفر بلغاریا یک نفر ایران باشن میشه باشن یک نفر دیگه همه بیشتر امریکا و روسیه و شوروی سابق رفتگان از قزاقستان 2 نفر از سربیا یک نفر از کانادا یک نفر از ژاپن هم یک نفر از بریتانیا کبیر یک نفر از آلمان 4 نفر از استرالیا یک نفر خلاص دیگه که از 14 مردم دنیا ملت ها و فضا رفتگان اینجا گیده که برای بچه ها کو دیگه ها میفهمونم و چی میکنم بریم دیگه طرف بخش های دیگه با ما باشه دوستان یا همون کپسوله که هوا فضا میاد در زمین میزنن در درونش همون فضانوردان این ما همون کپسوله رو دارم بینش خیلی دارم یه جای شکوفی میگیره مردم نگاه مشکل داره یا درون چا بینید یا 400 کیلومتر کشتی فضایی در فضا 400 کیلومتر از زمین بالا از 400 کیلومتر این فکر کنه که اینمی چیز میاد در زمین میزنه اینجا همه صورت ها و تاریخاش اینا پاراشوت هم خیلی هست همش اینجا نوشته شده بود اینمی کپسول همون کپسولی که مردم فضا و زمین هم میوه اینمی هم یا این طرف بالاش همون چی روی بشه پاراشوتش یه پاراشوت شد یه دخلره که بشه هم مایی باشه La station Mir aussi, ça c'est...